سلام عزیزان. یکی از سوالاتی که خیلی از من میپرسید اینه که ما چطوری کانال یا گروهی بزنیم که مثلا بخش خدمات آکادمی من توش دسته‌بندی داشته باشیم. مثلا خدماتمون، دوره هامون رو مثلا چند تا دوره داریم، سرفصل‌ها رو بیام این شکلی دسته‌بندی کنیم که هر وقت شخص وارد هر بخش میشه اطلاعات مرتبط با اون رو ببینه. میخوام 0 تا 100 رو بهتون بگم. اول اینکه این کانال نیست. یکی از خدماتی که تلگرام داده فعلا برای گروه ها هست. شما یه گروه باید بسازین طبق مراحلی که خدمتتون میگم. بعد از اون تنظیماتش رو انجام بدین تا تبدیل بشه به گروهی که قابلیت دسته‌بندی داره و مطالبتون رو میتونید داخل اون دسته‌بندی کنید. برای این کار کافیه که شما این مداد رو داخل تلگرامتون بزنین که برای ساخت گروه هست و مخاطب گروه جدید رو کلیک کنین. بعد اینکه گروه جدید رو زدین اینجا تیک رو بزنین، وارد مرحله بعد بشین و اسم گروهتون رو بنویسین. مثلا گروه آموزش و تست. گروه که ساختین آیکون براش بزنین، یک پروفایل بذارین، بعد از اون تیکش رو بزنین تا گروه ساخته بشه به این حالت. حالا تنظیماتی که باید انجام بدین، روی بخش میزنین، وارد تنظیمات میشین، این مداد رو ویرایش رو میزنین. اینجا نوع گروه رو میتونین مشخص کنین که گروه خصوصی باشه یا عمومی که بذارین میتونین مثل یک کانال براش لینک عمومی بذارین، یه آیدی براش بذارین، لینک خصوصی باشه و شما افراد خاصی رو بهش اضافه کنین. اگه دوره هست باید به صورت خصوصی ارائهش بدین. اگه خواستین آموزشی باشه، عمومی باشه، روی عمومی میذارین و اینجا لینک میذارین. من اینجا روی علامت خصوصی گذاشتم، تیکش رو میزنم. حالا توی بخش تاریخچه وارد بخش تاریخچه بشین و این رو روی قابل مشاهده نشون بذارین. اینجا حتما روی قابل مشاهده بذارین که وقتی که شما دسته‌بندی رو انجام بدین اعضای جدید میان بتونن مطالب شما رو ببینن. مرحله بعد کاری که باید بکنین اینه که بخش موضوع ها تیکش رو روشن کنید. درست شد؟ این تیکش رو روشن میکنین و اوکی رو میزنید. وقتی این کار رو انجام بدین ما برگشت بزنیم گروهتون به این صورت در میاد که یک علامت اینجا ببینید برای ایجاد موضوع کلیک کنید، اینجا براتون میاد. یه بخش جنرال داریم که وقتی این تمام اعضایی که عضو میشن این بخش جنرال رو میبینن، میتونید روش نگه دارین، هاید رو بزنین که این بخش هاید بشه. درست شد؟ و دوباره خواستین برگرده انگشتتون به سمت پایین میکشین، ول کنین، دوباره رها کنین، براتون بخش جنرال میاد. پس اینجا میتونین نگه دارین و پس هایدش کنین. این از این موضوع. بخش بعدی برای اضافه کردن موضوع مختلفه. ببینید پایین به علاوه اینجا علامت رو که بزنید، ببینید به سمت پایین من انگشتمو میکشم بخش عمومی بیاد. من این به علاوه رو میزنم. حالا میام دسته‌بندی رو انتخاب میکنم. مثلا دوره شماره 1 روی این بخش میزنم، میتونم آیکونش رو تغییر بدم، آیکون اون دسته‌بندی که دارم. دوره 1 هم رو ایجاد کردم. بریم برگشت بزنم، اینجا دوره 1 ایجاد شده. حالا روش بزنم میتونم از اینجا بستن موضوع رو بزنم. یعنی چی بستن موضوع؟ حالا بزنید یه دوره دیگه هم بسازم که خدمتتون توضیح بدم. دوباره میزنم دوره 2 و اینجا میزنم و آیکونش رو از اینجا تغییر میدم، هر آیکونی که دوست دارم. ایجاد رو میزنم. ببین من اومدم 2 تا دسته‌بندی براش ایجاد کردم. حالا دوره هست، هر دسته‌بندی که مد نظرتون هست. موضوع ها وقتی ایجاد میکنین باز هست، یعنی اینکه مخاطبین وقتی وارد اینجا میشن میتونن اینجا پیام بدن. برای اینکه این کارو نکنین، پیام نتونن بدن، اینجا 3 نقطه رو بزنین، بستن موضوع رو بزنین، دوره شماره 2. دوره شماره 1 رو هم همین کار رو میکنم، بستن رو میزنم. این به شما ببینید علامت قفل رو میاره بهتون نشون میده، یعنی این 2 تا بخش قفل شد. مخاطبینی که عضو میشن اینجا نمیتونن پیام بدن. حالا من میخوام علاوه بر اینکه دوره هام رو افراد میبینن یه گروه پرسش پاسخ هم داشته باشم، یعنی یه بخشایی داشته باشم مطالبم که کسی نتونه تو اون بخشا پیام بده و یه بخشایی داشته باشم که افرادی که عضو میشن یه گروه پرسش پاسخ هم داشته باشم اونجا. یه دوباره علاوه میزنم گروه پرسش و پاسخ، هر چیزی که شما مد نظرتون بود و اینجا علامت سوال براش میذارم، ایجاد میکنم. این رو دیگه نمیام بستن موضوع بزنم. ببینید اینجا علامت قفل نداره. مخاطب اینجا میتونید روش نگه دارین، پینش هم بکنین که بالای بالا قرار بگیره. ببین پین هم شد که وقتی مخاطب اضافه میشه یه گروه پرسش پاسخ میبینه که اینجا میتونه پیام بده، مطلبی بذاره و یه بخشایی داره که فقط میتونه نگاه کنه و نمیتونه پیام بده. درست شد؟ حالا شما میتونین بخش دیگه تون هم ترتیب بندی کنین. مثلا روی این بزنید سنجاق، این هم بزنید سنجاق کنم، به عبارتی پینش کنین. حالا میخوام اینا رو جابجاش کنم، ممتد نگه میدارم
میتونم اینجا انگشتم رو ببین اینجا ممتد نگه دارم و جابجاش کنم، بگم گروه پرسش پاسخ بره بالا، دوباره نگه میدارم این دوره یک هم اینجا باشه. اینا دیگه دست شماست، انگشت رو نگه میدارین و اینا رو جابجا میکنید. درست شد؟ میگم این بالای بالا باشه و ترتیبش رو مشخص میکنید و اینجا ضرب در رو میزنید. به این صورت شما میتونید دسته‌بندی مورد نظر خودتون رو انجام بدین، هم بخشایی رو قفل کنید و هم یه بخش رو بخشایی که دوست دارین رو باز بزنین. حالا اگه خواستین عمومی باشه بهتون گفتم لینک عمومی میذارین، اینجا میذارین مداد ویرایش، نوع گروه رو تغییر میدین به عمومی، یه لینک عمومی میذارین. اگه خواستین خصوصی بذارین و افراد رو یکی یکی لینک بدین، لینک های مصرف. من یه دوره‌ای طراحی کردم که میخوام هر شخص یه لینک یکتا داشته باشه و وقتی عضو شد اون لینک منقضی بشه، از بین بره. من اینجا کافیه مدیریت لینک ها بزنم، درست شد، ایجاد لینک بزنم. اینجا کاری که میتونم بکنم، اینجا زمانش رو کار نگیرین، مهم نیست، اینجا بزنین روی تعداد یک نفر، یعنی یک نفر کلیک کرد روی لینک از بین بره. ایجاد لینک رو بزنین، این لینک رو کپی کنین، کنارش اینجا 3 نقطه بزنین، کپی لینک. حالا برای اون شخص بفرستین، اون شخص کلیک کنه عضو بشه، لینکش منقضی میشه. خصوصا برای دوره‌ها این خیلی مهمه. حالا دوباره یه نفر دیگر میخوان عضو کنین، ایجاد لینک میزنین. پس مسیرش چی بود؟ بزنین دوباره بیام اینجا مداد رو میزنین، لینک های دعوت، ایجاد لینک و اینجا تعدادش رو روی 1 میذارین، ایجاد لینک. حالا لینک جدیدی رو برای شخص دوم میفرستین. این بود اطلاعات کلی در مورد نحوه دورهایی که من میسازم. خیلی سوال کرده بودین که چطوری ما بیایم این مدلی مثل شما بسازین. امیدوارم که براتون کاربردی باشه. حتما تو کانالی که خدمات من نوشته شده است، دوره هم توضیح شده است، عضو بشین و تمام خدمات رو، دوره ها رو ببینید. اگه دوست داشتین که با تخفیف ویژه میتونین پیام بدین و عضو بشین. مرسی از همراهی شما.